در جلسه قبل انگاشت‌های رایج در مورد پدیده تولید موسیقی رو با هم بررسی کردیم. انگاشت پایبندی به اثر و آهنگساز به عنوان یگانه خالق اثر. در این انگاشت‌ها اثر به منزله موجود انگاره‌ای که هویت خودش رو خارج و مستقل از اجراهای مختلف از اون حفظ میکنه در نظر گرفته میشه. آهنگساز یگانه خالق این اثر موسیقایی و کار اجراگر باز تولید اثر و یا تفسیر اثر بر اساس نیات آهنگسازه. آهنگسازی به منزله گزینش ویژگی هایی که اثر رو شکل میده. اینا انگاشت های رایج و برداشت های رایج از پدیده تولید موسیقیه. بنسن در کتاب پدیدارشناسی موسیقی بداهه گفته شنود این انگاشت ها رو به چالش میکشه و نگرش بدیلی برای پدیده تولید موسیقی در نظر میگیره. این نگرش بدیل خلق موسیقی رو نوع عمل گفت و شنودی در نظر میگیره میان آهنگساز، اجراگر و شنونده که این عمل گفت و شنودی اساساً ماهیتی بداهه پردازانه داره. بداهه برخلاف تصور عمومی که اون رو نوعی برساخت آنی بدون رجوع به حافظه یا نوت‌نوشت در نظر میگیرن، بداهه رو به مفهوم پرداخت چیزی از پیش موجود در نظر میگیره. اون چیز از پیش موجود معمولاً سنت و نظامیه که دارن در اون فعالیت انجام میدن که در اونجا یک کاربست موسیقایی مشخص در نظر گرفته میشه. خب برای اینکه مفاهیم آهنگسازی، بداهه و اجرا رو با هم بررسی کنیم، من یک نمونه موسیقایی از موسیقی خودمون انتخاب کردم. حواسم هست که این کتاب داره پدیده موسیقی کلاسیک غرب رو بررسی میکنه، ولی ادعا میکنه که نظراتش قابل تعمیم به بقیه موسیقی هم هست و من همین ادعا رو میپذیرم و با یک نمونه موسیقایی از موسیقی خودمون کار رو پیش میبرم. بخشای از قطعه زمن نگارم اثر درویش خان رو برای منظورم انتخاب کردم. حواسم هست که این قطعه ترانسکریپشن هست، یعنی از روی یک اجرا نوت نوشته شده. بخشای از این آهنگ رو که با هم انتخاب کردم نوتش رو ببینیم. خب همونطور که دیدیم من یه جاهایی رو بداهه پردازی کردم. مثلا در خط اول، در پایان خط اول این سکوت سیاه نقطه دار رو با یک پاساژ پر کردم. یک سطحی از بداهه پردازی محسوب میشه این کاری که من کردم. در نظر داشته باشید هر چقدر هم که الزاماتی که آهنگساز در نظر داره برای قطعه اجرا بشن رو در نوت نوشت لحاظ کنیم، باز سطحی از آزادی عمل وجود داره، سطحی از انتخاب ها وجود داره که اجراگر باید تصمیم بگیره. خیلی ساده، مثلا این تریل که بالای نوت سیاه نوشته شده میتونم 2 بار میفا میفا بزنم یا 3 بار اجرا کنم میفا میفا میفا. در نهایت یه چیزهایی به انتخاب و تصمیم اجراگر واگذار میشه. اصلا یه مثال دیگه بزنم، من الان اگر همین نوت رو خروجی بگیرم و از کامپیوتر بخوام که اجرا کنه، قطعاً به عنوان یک اجرایی که من بتونم بشنومش مطلوب نیست. هر چقدر الزامات بیشتری رو نوت نوشت لحاظ کنم و کامپیوتر هم اجرا کنه اون رو، باز هم برای من مطلوب نیست.
در این حد مطلوب نیست که اگر من بخوام از اجرای کامپیوتر استفاده کنم، یک گزینه وجود داره به نام هیومنایز، یعنی خورده انسانی تر بکنه. اینو چی کار میکنه برای اینکه انسانی ترش بکنه؟ یه خورده ضربا رو بالا پایین میکنه، یه خورده شدت یا دینامیک اجرا رو بالا پایین میکنه و اینا رو به قول معروف هیومنایز یا انسانی ترشون میکنه. یعنی چی؟ یعنی حتی اگر من بتونم تمام الزامات رو دقیقاً مطابق نوت نوشت اجرا کنم، اجرای خوبی نخواهیم داشت. برگردیم به خود ماجرا. پس من موقع اجرای اصل این آهنگ هم یک جاهای بداهه پردازی کردم. یعنی چی؟ یعنی یک چیز از پیش موجود رو، یک نوت نوشت از پیش موجود رو روش یه پرداخت خیلی کوچیکی انجام دادم. حالا میخوام چند مرحله این پرداخت رو بیشتر جلو ببرم. میام 3 تا پرداخت متفاوت از همین بخش‌های از این تصنیف که انتخاب کردم انجام میدم. تو هر کدوم از پرداخت‌ها یک تغییراتی انجام میدم. اول از همشون رو از میزان نمای ترکیبی 6-8 تبدیل کردم به میزان نمای ساده 4-4. پرداخت اول رو بشنوید. خب تصور میکنم با اینکه تغییرات بیشتری، بداهه پردازی بیشتری، پرداخت بیشتری روی قطعه انجام دادم، همچنان قطعه قابل شناساییه و میفهمیم که من دارم قطعه زمن‌نگارم رو اجرا میکنم. به پرداخت دوم گوش بدین. در این پرداخت بخشای از ریتم رو عوض کردم، یه جاهایی تحریرها رو کمی تغییر دادم و پرداخت سوم از این آهنگ. خب در این پرداخت سوم کمی جابجایی‌ها داره بیشتر میشه، یه خورده پاساژها جابجا میشه و یه خورده پیش بینی پذیریش داره کمتر میشه. این بازی رو همینطور میتونم جلو ببرم، همینطور میتونم ادامه بدم تا جایی که دیگه شما متوجه نشین من کارم رو از آهنگ زمن‌نگارم شروع کردم و کاملا با یک اثر بعدی که احتمالاً براتون جدید باشه روبرو بشین. کجا من دارم بداهه پردازی میکنم، کجا دارم اجرا میکنم و کجا دارم آهنگ سازی میکنم.
احتمالاً با من هم نظر باشید که ماهیت تمام این کارهایی که دارم میکنم یکیه: پرداخت چیزی از پیش موجود. تنها تفاوتشون در مقدار این پرداختیه که دارم انجام میدم. حالا تا کجا میشه این پرداخت رو انجام داد و شما همچنان بگید این اثر قبلیه، این اثر ضمن نگارمه؟ این پرسش مهمیه و شاید هم نشه مرز مشخصی براش قائل شد. و اصلا اینجا جاییه که ما رو به فکر وامی داره که آیا اثر یک چیز کاملا مشخص داره، یک هویت از پیش تعیین شده هست یا نه؟ حرف این کتاب اینه که اینطور نیست، ولی هنوز شاید زود باشه برای نتیجه گیری. با من همراه باشین. خب همونطور که دیدیم بداهه پردازی پرداخت چیزی از پیش موجوده. احتمالا با من موافق باشین که خیلی وقتا ما تصورمون از بداهه پرداز بهتر کسیه که خلاق‌تر باشه. خلاقیت رو چی تعریف میکنیم؟ اصلا یکی از آزمون هایی که برای سنجش خلاقیت وجود داره اینه که یه سری ابزار رو در اختیار افراد قرار میدن و ازشون میخوان کارکردهای مختلفی که اون ابزار داره رو بشمارن و هر کسی کارکردهای بیشتری برای یک ابزار بشماره در اون آزمون خلاقیت نمره بالاتری میاره. منظورم چیه؟ یعنی یک چیزی موجوده و ذهن پرداخت‌های مختلفی از اون انجام میده. درست شد؟ بنابراین هرچی بیشتر بتونیم پرداخت انجام بدیم یا کارایی برای یک وسیله بشماریم، آدم خلاق‌تری محسوب میشیم. این دقیقاً کاریه که موقع آهنگسازی و بداهه پردازی انجام میدیم. اصلا هرچی بیشتر بتونیم الگوهای ذهنیمون رو دستکاری کنیم، مورد پرداخت قرارشون بدیم، آدم خلاق‌تری هستیم و این کار کاملا با تمرین قابل کسبه. یعنی یک پدیده کاملا اکتسابیه. اون چیزی که خلاقیت کمی با تقلیل گرایی معادل نبوغ در نظر می گرفتیم، میبینیم که با کمی تمرین میشه پرورشش داد و به دستش آورد. اینجاست که گفته میشه خلاقیت قابل آموزشه. اینجاست که میشه در نظر گرفت نبوغ چیزی جز خلاقیت بیشتر نیست، پرداخت‌های بیشتر از یک چیز از پیش موجود. خب یه مثال دیگه بزنم. در آلبومی که به تازگی منتشر کردم، آلبوم زمین تهیست، یک قطعه درست کردم به نام نینوا که این قطعه رو از آلبوم نینوای آقای علیزاده اقتباس کردم. اکثر کسایی که اثر رو شنیدن به من گفتن این قطعه چه ربطی به آلبوم نینوا داشته، در صورتی که کاری که من کردم واقعا کلاژ بود. بیشتر قطعاتی که در قسمت ها، موتیف ها، ریف هایی که در این قطعه استفاده میشه عیناً از آلبوم نینوا برداشتم با یه سری پرداخت جزئی. بریم با هم چند تا نمونهش رو بررسی کنیم.
خوابیدند آرام آرام. خب همونطور که میبینید بخشای زیادی از این آهنگ عیناً از آلبوم نینوا برداشته شده، با پرداخت‌های جزئی، با عوض کردن کارکردشون، یعنی از یه جا برداشتم یه جا دیگه قرارشون دادم و در نهایت 2-3 تا قسمت رو خودم ساختم. حالا کاری که من کردم آهنگسازی بوده، اجرا بوده یا پرداخت چیزی از پیش موجود، و در واقع آهنگسازی، بداهه پردازی و اجرا چیزی جز این نیست. البته متوجه هستم و بنسن هم اذعان میکنه که این به این مفهوم نیست که دیگه اصطلاحات آهنگسازی، بداهه پردازی و اجرا رو بذاریم کنار. فقط میخواد حواسمون رو به یک نکته خیلی مهم جلب کنه، اینکه تمام این کارها ماهیتی بداهه پردازانه دارن و تنها تفاوتشون در کمیت عملیه که انجام میدن: آهنگسازی، بداهه پردازی و اجرا.